سلام علیکم، صبح خیر. خوشه از هر یک گوشه، وحدتی، نورکی، یوانی هر سه جوره نزدیک مصلحت میکنن که ماهی خپی میریم. خیلی میروند جنگل خطی میگذارن لبی دروچه میرن میشینن گفته دوه بیا بیسته میکنیم یک خیلی کفای کار میشیم ده میزنن دوزه رو میگینن یک همیشه یک مرد پیدا میشه، مرد عظیم جوسه دیو مانند. گفته هر سه شما رو میخورم، 6 ماشین هیچی نخوردم. یه گفته نخواه که ما ماهیداری آمده ماهی آزر. گفته ایمای چیزی که درجی زندگی میکنه همش ایمای. یا اصلا وقتی ما شما رو نمیخورم. این همه لوبای تدلوبای چرین همه آزر در پرت این. ما اگر نیفتم شما مرا کشین، ما یفتم ما یت شما رو میخورم. وحدتی هم چالش میروره همه قدری آزر در دنگل میکنه. یه آدم همه خیز بکنه میره 10-15 منت گم میشه، چاله رو میگیره میاره وحدتی رو میخوره. یا نگاه میکنن حیران میشه، نارکی توفلی رو میره همه کشیده روی میکنه میره بنگ آدم است همه خیز بکنه گم میشه. 10-15 منت گم میشه، توفلی در دهش میوه نارکی میخوره. ای اوانی مثل اویله میکنه چیکار کنیم؟ ایز باویس کنیم کونش همون سنی آزر میکنه، یک گوزیدن میکنه. این مرد همه خیز میکنه تیاو میره، نیم ساعت گم میشه، بایا میره گم میشه، 15 منت دیگه با میره نفسش میگیره. میگه ای برادر تو در دوری آزر چی فریده که در قرق آم بوش میفهمه خوش نمیاو. سلام علیکم، صبح بخیر. یک پیغام ای ملک غریبی و تمام مخلصای شهر محمد یوانی، خشای زندگی رو براتون تمنا میکنم. بگذار همیشه مهر و محبت در لبان شما هویدا باشه. کدام غریبه که در دل چه آرزو داره بگذار آرزوهاش عملی بگرده. مرحمت به کارخانه ما و تمام ایمیگرانت های اردن خود را میرسانیم. یگان کمبودی یگان سخنهای ناجا از جانب بنده گذشته باشه از شما منظرت میپرسیم. این مرحمت زفترک برای ایمیگرانت ها نشده. من اینجا امانت بانک، ما در خدمت برادرای عزیز. سلام.